بار آمدیم چوک کابل براتون تصویر بکشید. خب اشک چشمم میچکد مژگان به مژگان بیشمار، زادگاه هم کاپیساس تکیهگاه هم قلبیار. بسیار زیاد بی‌عزت میشیم، از اندازه تیر بی‌عزت میشیم، اینقدر بی‌عزت میشیم که حتی برات بگوییم مالمون در خطر، خودمون در خطر، آبرویمون در خطر. خوراک چند است دیگر؟ خوراک 40 روپیه یک نان است. کده یک تا نان. کده یک تا نان 40 روپیه یا کدوم 50؟ 40 هم است، 50 هم است. جیب نفر دیده؟ جیب نفر دیگه، نفر که پیسه نداشت تیری پرو میتو میشه. کده یک نفر 20 رکشه را گرفت 20 تا. به خاطر چی میگیره؟ ما مینا میپرسان میکنیم. خیر است. صاف دهی است. صاف دهی بیشی. 500 است 1000. 1000. فیکس. این مردم به درد میخوره. روزانه بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام احترام دارم خدمت تک تک شما وطندارای عزیز، همزبانای گرامی ما، پدران مادرای مهربان، برادرای عزیز که با فامیل یکجا نشسته همیشه بینده گذاشته خودتان هستید. انشالله زندگی سرشار از خوشبختی داشته باشید. هر لحظه زندگی به کام دلتان باشد، دور از گزند روزگار. ببخشید بیادر. عزیزای دل، مسعود احمدی هستم و شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از گزارش‌هایمان از قلب کابل. این بار آمدیم چوک کابل براتون تصویر بکشید. سایه کلیدی، سایه پر جمع جوش، پر ازدحام شهر ما و شما. و در این گزارش قرار است تغییرات جدیدی که در این ساحه آمده، وضعیت کاروبار وطندارای ما و شما، نرخ و نوا و صحبت‌های شیرین عزیزای ما و شما داشته باشیم. امیدوار هستم مثل همیشه تا آخرین دقایق بیننده گزارش خودتان باشین. فراموش نکنین اگر تا ولی تو کانال مسعود احمدی را سابسکرایب نکردین و دوست دارین گزارش‌های جذاب و دیدنی ما را بیننده باشین، پس حتما با دوستایتان شریک بسازین و کانال هم سابسکرایب بکنین. من دیگه دقیقاً در چوک کابل هستم و مقابل ما چهارراهی یا منار چوک است. میشه انجینیر جان تصویر اونمو طرف برای عزیزای ما ببره که ببینن دقیقاً در کدام ساحه هستیم. هر کدام ما و شما. و علیکم السلام. خوب هستی جان؟ صحت خوب است؟ خو دور بده انجینیر جان، کامرا را دور بده که کمی رفیق ما یک صحبت بکنیم. خوب هستی جان؟ صحت خوب است؟ جان جور است. بسیار ببخشید دیگه که یک ذره منتظر موندی. خودت منتظر نمون. خواهش میکنم. نام چی است بیادر؟ نامم رومل جان. از کجا آمدی خودت؟ من از خیرخانه آمدم. از خیرخانه. چی مصروفیت چی کاروبار داری؟ من تیک تاک اینجا کار میکنم کم. تیک تاک است. برای من این روز 2 نفر مسیج مانده بود. ادرسشون شماره‌ای ناشناس است. شب بودگیش هستی یا از سابقه؟ شب شماره از اورنجان پکاورا گرفتم. از او گرفته بودی. خیر ببینی، بخیر باشی. چی گفتنی در این مایک این کامرا در خدمت؟ یک شعر می کاپیسای ما گفتنی میگم. از کاپیسا هستی؟ کجای کاپیسا؟ از سه اول. خوب است طرفا زیاد رفت آمد کردیم. رفتی دی وقتا؟ دی وقتا نرفتم، 1-2 هفته پیش رفته بودم. 1-2 هفته بعد آینده دیگه وقت میوه و تفریح و سرگرمی. هر وقت رفتیم در خدمت بیام اونجا خدمت. با عزت باشی. بخوان شعرت بخوان بشنویم. خب اشک چشمم میچکد مژگان به مژگان بیشمار، زادگاه هم کاپیساس تکیهگاه هم قلبیار. وای بیشک و خدا معلوم میشه که کاپیسا را زیاد دوست داری. بسیار زیاد. او وطن ماست. کل ولایت‌ها را دوست دارم، خدا کاپیسا دیگه باز. اما جای تولدت از دیگه جای تولد آدم یک حس خاص می داشته باشه. خوش باشی جوان. خوش شدیم دیدیمت. گفتنی دیگه هم داشته باشیم ما کامرا در خدمت. دیگه گفتنی نداریم. دیگه بیاید دست به دست هم بدیم تا کشور ما را بسازیم. تا کشور باشیم که اول باشیم. خیر ببینید کلش بستگی به نسل جوان ما و شما. در این نسل جوان زحمت بکشه، دل بسوزانه، انرژی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنه، وطن هم آباد میشه، زندگی هم خانواده هم خوشبخت. باید متحد باشیم، یک دست باشیم تا یک جای برسیم. ان شاء الله بخیر. با عزت باشی جان. خوش دیدیمت. قربانتان. بخیر باشید. خب عزیزای دل، صحبت‌های پیشتر دیگه نیم کلا باقی مون. برادر محمد اینوی سرک که شما می‌بینید مستقیما به طرف سینمای پامیر وصل میشه. چند وقت قبل بیا دیگه خیر
لالای ترافیک ما اشاره کرده رئیس میگه سرک ببین این سایه کابل این رقم فرصت بسیار به ندرت پیش میاد ولی از زحمت و خیر ببینید اگر صحبت میکنین خودتان اجازه معمولا ما که نظامی ها و کسایی که مربوط دولت میشن دولت کار میکنه اجازه صحبت نداریم ولی برادر ما اشاره کردن گفتن سرک بگی چوک کابل این رقم فرصت بسیار کم وقت دیده میشه دیگه خدا نمی رقم همیشه وطندارای ما را خوش داشته باشه شهر ما و شما نمی رقم منظم و منظم باشه جوانا شما خوب هستی جانتان جور است خوب هستی جوان چی حال دارین صحتمند هستی نامت بگو رومال چی میکنی چی میکنی رکشا چلم رکشا داری بله کجاست رکشا که گرفت دارم از کجا گرفت بچره ماموریت در قیمتش ارزان قیمت بله حالا پس ندادن نه یک تای مراحل قانونی داره حتما به جای استاد کرده بودی نه کردیم یک نفر 20 رکشا را گرفت 20 تا به خاطر چی میگیره ما میپرسان میکنیم حتما میگه که شهر کابل نه خودت میفهمید تاکسی ها شهر کابل نه زردم قیمت است حالا ارزان قیمت مربوط کابل نمیشه میشه کابل مربوطش میشه دیگه ولی به خاطر چی میگیره خودی دلیلش باید از ما کده برای شما معلوم باشه ما میگم دلیلش هم با ما معلوم دلیلش تا جایی که ما خبر داریم است که در کابل باید کلا تاکسی شود چیزی که ما از می صفحات اجتماعی و از اخبار شنیدیم اینمی است که موترهای شخصی رکشا این موارد دیگه داخل کابل کار نکنه چون مرکز است میمان میاد دوست آشنا میبینه اون گپاست دیگه خب رکشا که دکوزه هم 50 روپیه میره تاکسی اونجا 200 آدم نمیره نه والله گپ خاص اینمی گس یه ان شاء الله امیدوار هستم دولت ما و شما یک راهکار منظم بگیره نه سیخ بسوز نه کباب نه میتواز دیگه به خیر باشه خود باشی جوان در کارتان برکت خب عزیزای دل ما و شما دیگه قرار است دیمی استقامت بریم گزارش قبلی ما را اگر از 30 ساعت دیده باشین ما چرا نکنیم این خوب هستی سلام علیکم جانتان جور است شما خوب هستی بیدارا صحتمند هستی چی حال احوال داره یا نام خدا رنگ و رنگ واسکتا پیشت است والا رنگ و رنگ از خود بازارا خراب است لالا عزیز بی پیسگی در گرفته راست میگی 12 سال مکتب بخون 4 سال پرتون بخون باز بیا اینجا واسکت فروشی کن کدام رشته خواندی جانم کدام رشته درس خوندی رشته حقوق پانتون کابل واقعتش جای تاسف است والا چی کنیم لالا ما همیشه تنها آرزوی نسل جوان ما اینمی بوده که زمینه کار در رشته ما شما مسائل شد که متاسفانه اکثر نسل جوان ما و شما از این نعمت کلا مبرا هستند والا بی نصیب هستیم ما در دولت بی نصیب هستیم ان شاء الله امیدوار هستم دولت ما و شما یک کار بکنه والا چطور از دولت یک امید و آرزو داریم دولت خودمون است که با چی میگن خیر ببینید این نسل جوان انرژی وطن ما و شما است اگر نمید در راستای پیشرفت و ترقی وطن استفاده شود از زمینه سازی صورت بگیره گل گلزار میشه وطن والا راست میگی وطن کل نگه هم میگه که بیاین وطن بسازی خب وطن چه رقم ساخته میشه وقتی ساخته میشه یک 4 تا شرکت خیر ببینی نه پشتون باشه نه تاجک باشه کل این ما باشیم دست به دست یک افغان باشه خیر ببینی یک کلمه میخوانیم یک خدا را میپرستیم قبول داریم زیر یک پرچم هستیم دیگه چی را یکی بسوگریم که تعویض از بین بره تو نگوی مرا پشتون نگوی ما او را تاجک نگوی ان شاء الله او روزش هم میرسه این نسل جوان نسل جدیدی که فعلا در اجتماع ما و شما است من مطمئن هستم اکثرشان 90% تعویض قبول ندارن و این نسل که آسای دیگه بس نهادی نشود دیگه مشکل ملت حل میشه باید یک نسل قربانی بده من اول ما مهمه برشون پیش نشه که مرا قربان خدا نجات بده سربلند و سرفراز باشی چیزی گفتنی دیگه هم داشته باشیم ما کاملا در خدمت والا از دولت ما خواهشات است که یک زمینه سازی به خاطر نسل جوان گونه دیگه از بیکاری بی روزگاری ما را توبه دیگه از این کارهای لچکی غیر قماربازی از این ما را توبه یک کار و وسایل به ما کنه خیر این آرزوی کل جوان است بیا ان شاء الله که رسیدگی بگیره قربانتان با عزت باشه بخیر باشه بیا بیادر سلام علیکم خوب هستی جان صحت خوب است جان جور است صحتمند هستی نام چی است بیادر نام رئیس فولاد افغانستان کی و نام فولاد کلگی میشناسید کلگی میشناسید همین کلگی کابل یا کلگی کابل خارجی هم شور بازار در نوای اول زندگی چی کارآمد داری همینجا دیگه بیکار هستیم دیگه شغل آزاد هستیم شغل آزاد است دیگه بیکار گفتن نمیشه بیادر همین پیسه که باسکل فروش
برو شکر است خدا ان برکت بده. شیر کوتاه داشتم میرم میگم اینی مایک اینی کامرا در خدمت. بر جای میروی نامردی قطار است. ما غمزدگان چی داند قدر دوستی ما را. یک شیرک دیگه هم است. تن وطنم دویزار وطنم را. از خاک وطن گذر کردم مثل شیر پلنگ می جنگم. خوش باشی جوان، خوش باشی. بخیر باشید. زنده باشید. قربانت بخیر باشین پدر شما خوب هستید؟ با عزت باشین. بیایید از جای دل که خداحافظ دارم. خداحافظ. بیا چرا نه؟ اینمی چوک کابل است. این قسمت هم زیرزمینی است که جدید ساخته شده روی هست. تقریبا کاراش خیلی خوب پیش رفته، فقط یک مدت زمان لازم است که بخاطر تکمیل شه. فکر کنم پیاده رویش و بس دیزاین و دیکور که از خود زیرزمینی با کمانده اونم ما هست تا اینکه بخاطر افتتاح شود و زمانی که افتتاح شود مشکلات زیاد وطندارای ما و شما حل میشه، چرا که بند بودن این مسیر عبور و مرور برای اکثر وطندارای ما و شما دشوار کردن. اگه قرار باشه کسی از پل باغ یا از طرف فروشگاه بیاین به چوک کابل، ناگزیر هستند کوچه‌های فرعی منده بیرن، مثل کوچه پرنده فروشی را دوره کرده پشت سر مسجد پل خشتی تا اینکه به چوک برسن یا اینکه از استقامت بیشتر این طرف. یادت شما خوب هستید؟ خوب هستین. خسته نباشین. صحتمند. از کجا آمدین جان بیادر؟ از قندوز آمدیم. خوش آمدین. صفا آوردین. چقدر وقت شده کابل آمدین؟ یک 10 روز میشه آمدن. 10 روز شده. برای کار آمدین یا کدام مسئله کار پیدا نکردیم دیگه. هیچ. بیکار. سر چوک می باشین. چطور کندوز سوژه وضعیت خوب نبود؟ کاروبار چیزی نشد؟ کاروبار نبود، چیزی قرضدار مردم شدیم، چیزی خیسم با اومدیم کار. سابق چی بود کاروبارتان؟ تر فروشی میکردیم. موتر فروشی؟ تر فروشی، یعنی بانجارومی، بامیه، امیرا چیزا رو سودا. در عموم ترکاری ما بود. یا خدا عاقبت ما را خیر کنه. امیدوار هستیم که از این وضعیت خلاص شیم. ما روزانه می‌بینیم سر چوک یا اکثرا بازارهای ما و شما تعداد زیادی از وطندارا بیکار هستند متاسفانه. امیدوار هستم تجارای ما و شما دل بسوزاند. یاران سرمایه رگم سرمایه گذاری بکنند در ملت. چیزی گفتنی شما داشته باشید. خوش باشید. بخیر باشید. قبلا اجزای در اینمی ساحه غذای خیابانی هم بود. اینکونه فروشی هم هست. کسایی که طرف در مسجد بودن اکثرشون این اینمی ساحه آمدن و مخصوص غریبی و غریبکاری خودشان. این قسمت هست. من گفتم شاید نباشه ولی قابلی پلو هم هست، منتو هم هست که این برادر ما چند بار ما صحبت کردم. بیایید باز بریم خبرشون بگیریم ببینیم چی خبرها هست. این راه را مکمل بند کرده. بیاییم مجبوریم تو دوره کرده بریم او خودت. سلام علیکم. خسته نباشید. خوب هستین؟ صحتون خوب است؟ صحتمند هستین؟ شما خوب هستین؟ نه شما راحت دیگه بشینید. شما این جای دراز از یاد است. میشینید راحت باشید. خیر. خب بازم ببخشید دیگه بیادرم میسر زیاد. خسته نباشید پدر. خوب هستین؟ صحتمند هستین ان شاء الله؟ چی حال احوال دارین؟ شکر به دعای سر شما دوستان. زندگی، مسئولیت‌ها، کاروبار والا زندگی هم اگه برات بگیم وقت برات بگیم دیگه. رضای خدا خو هر چی که است خیر نیست. هر روز بهتره که نه بسیار حالت خراب داریم. اینمیل زیر قدر حالت خراب داریم. چی دروغ بگیم؟ ما قبلا هم براتون دمی تلویزیونی شما گفته بودم. ما والا شخصا خودم مریض هستم. تکلیف شکر دارم. تکلیف قلبی دارم. مشکلات زیاد دارم. نشام تونم دادم. ما روز اینا کمرم عملیاتی هم است. اینمی کراچی ماسینا گای میگیره موسون میگیره موسون
موسیقی میشه ایسن میگیره زمین سن موسیقی میشه خب بسیار نه در مجموع که برات بگیم خیلی بدبختی سر غریبا آمده بسیار یک روزی بعد سر ما آمده این میلی ما ایران ماندیم بعضی قاریسای باشه بعضی نفرایش میگویم اینا میره ما 8000 پا والله سامان طلا که قرض کرده خریدیم اینا میره اینا میره کرایه خانه رو قرضدار هستم مشکلات زندگیم بسیار بدبختی روزی سرم آمده با والله سامان طلا گفتم کاش که ما در یگام گوشه افغانستان که از سن ایراد گرفته شروع تا سن بدخشان در یگام کو یک اتاق می داشتم جای ما والله از گشنگی میمردم دیگه در کابل دیگه با این اندازه تو بازار شدیم که از این گوشای میگیرم خط بینی میکشم بگیر یک نفر حاضر شود اما یک اطراف یک دو اتاق را جای بتا میرم از امو کوهای و بغل بغل برگ جمع کردم میارم شهر کابل ترک میگویم به خاطر چی به خاطر که بسیار بی‌عزت میشیم بسیار زیاد بی‌عزت میشیم از اندازه تیر بی‌عزت میشیم اینقدر بی‌عزت میشیم که حتی برات بگویم مال ما در خطر خودمون در خطر آبرویمون در خطر ما بعضی توش میگم باز بعضی توش خدا خیرشون بده قطیما همکاری میکنه همون نفرایی که قطیما همکاری کرده الله پاک پدر و مادرش جنت جایش کنه به خاطر پدر و مادرش جنت جایش کنه که گفتم ما اولش مریض هستم گفتم مرض شکر دارم تکلیف قلبی دارم یکم تاش قطیما همکاری میکنه که مرا میگه بگریز و یک رقمشو خوش میشم به خاطر که این مال است اگر ایرا بگیره شاید ما خدا زیر تایری مترش بکنم به خاطر که نانوار خانه اول خدا نمی کراچی تختایی 4 تایره است اینمی از پیش ما بگیره تو فکر کنم 5 تا اولاد خردرک دارم مجبور اونم 5 اولاد ما اول بیا سرش بزنه با می کراچی مرا بگیره خیلی اینمی از زیر اوقاتم بتنگ اومده اینمی از زیر ما دویده رفته بودم من دانی چمن ما بفهم که نمیشه بخی دیگه نفر نیست بازم دلم کوفت نمیکنه دلم آرام میگیره میگم برو اگر تو رای کرد دیگه خونیست کلی ایش کسی اینا میروان شکر بعضی مردم میرن مجبور است میان پس سال میشن باید قایمی کسی که مریض است کسی که مشکلات واقعی داره اینا مد نظر بگیرن پاکاریست میگریزیم خب ما اولش ما تناسم اولش موی سفید هستم دویمش گفتم مرض شکر دارم تکلیف قلبی دارم ما تو گریختن قایم کردن نمیدونم داینی گریزم مرا گیر میکنه مرا که گیر میکنه مال ما میگیره میپرده موتر من مجبور خاطری مال جان خدا قربانی مالم بکنم اگر هر کسی کار چی میگه اینمی خود جهاد است که من اینمی کدر هستم بدر یک لقمه روزی یک کلال پیدا میکنم شاید بگن آرام است من میگم آرام نیست به خاطر آرام نیست که در کسی آرام است که مثالش یک وسیله می داشته باشه در یک جای دیگه یک دکان می داشته باشه یک مثالش یک بچه می داشته باشه یک بیدر می داشته باشه در یکم گوشه و کنار کار میکنه من اینمی کراچی را دارم در هیچ جای نکدام وسیله دیگه است که یک کرایه خانه ما از یک جای بیا خانه کرایی ما مجبور که قینمی جان خدا بتو اینمی کراچی خدا ناتم وقت بیا خدا نکنه پدر جان از باز ما چند پیرامی که پزدم اگر کلانای امارت اسلامی می صدای مظلوم ما را میشنوه لطفاً خیر دمی قاری صاحبا دمی زیر دستیایتان بگو یک ذره قایمی غریبا گذران بکنین اگر کسیش که دم روی سرک است همون سرک یک پاکاری ماکاری میکنین ما نمیگیم نکنین رای موترم بند نشوه رای مردم هم بند نشوه ما در یک قطار هستیم رای مردم قدر زیاد به اون اندازه زیاد مزاحمت در موتر چیزا ما نداریم باز دزدمش دمی قطارا هم گفتم ما رقم مردم هستی 2 نفری است که شاید اینا چند نفرها باشن این روزگارایشان یک ذره بهترتر برقمتر هم باشن مثل ما واری آدم اینا میگفتم بدون نمی کراچی برم والله نام خدا 8000 پا قرض کردیم نداشتم مای روزه که من بیکار بودم ما دیگه گنجایش نداشتم بعضی چیزایی که داشتم سودا کردیم خوردیم مای روزه را بعد ایدین میره ما قرض کردیم تا بال قرضش 2000 روپیش دادیم 6000 روپیه از هم هنوزم در سری من مونده اینا میره که بگیره چرا امی از رایل واری جان من نگیره امی جان من بگیره والا خونم من برش بخشش میکنم من تا اینا من قدر میگم اینا می کراچی مرا من بسیار سخت مشکلات دارم ضرورت دارم اینا میره نگیره اینا میره بگیره از کدا جان من بگیره من خوش میشم اینا می سلامی مرا احترامات مرا با کانونای امی امارت اسلامی افغانستان برسون اول خدا سر امی با اگر با کسی که زیاد مسلمه واری میگه یک تعقیبش که از خانه شروع تا جای کارش از مردم برو پرسانش که با
واقعا هم قدر مشکلات مجبوری را داره یا نه؟ اگر با واقع داشتم خب مرا یک زمینه کاری اولش نم معین کنه یک زمینه یک کار برام بده. اگر نداشتم که دروغ میگفتم من میگه پای ما که ما یا دیگام اطرافی یا دیگام ولایتی ما یکم خانه اگر یکم کلوا ملوا داشته باشم باز بیا مرا دمی چاو کشال کنه که تو دروغ میگی جای داری خانه داری چرا بیادرگل مزاحمت در سرک هستی. اینا میلی گفتم ما دانی چمن رفتیم والله نقصای دوایم در خانه ماندگی است ما تا بالا نقصای دوای خدا نگردیم چرا که ما کرایه خانه را جور نکنم باز نمیتونم دوای خدا بگیرم. اول کرایه خانه را جور نکنم جلو ما در پشتم میده. لطفاً خواهش میکنم که یک ذره سر یمی غریبی بیچاره که زیاد ضرورت داره اگر گپش باور نمیکنه یک آیات خطش روان کنه گفتم از خانه شروع تا جای کارش بره پرسان جیان بکنه. اگر حقیقت بود خیر یک ذره گذران خطش بکنه. ان شاء الله امیدوار هستم که یک گذشت باشه یا حداقلش زمینه کار در این وطندارای ما و شما مسائل. این مثالش من دانی چمن رفتم نه گفتم مرض شکر دارم تکلیف قلبی دارم تا نموجا کس کوی دیگه خو من نداره میره که خطی من میبره نمیره چیزی که از ما جمع کرده که خود بردیم این دانی چمن. پس آمدم که همیشه بیری بار است من مجبور که بریم در میگه خونه میگه جای کار مصاب 18 سال میشه در میگه تو تنها پیدا میکنیم در میگه پس آمدم همیشه ایسا شدم ای که به رقم یک دم مثل چاپا وری میپرد کاراچورا میگیره خوی سری ما اولش ظلم میشه اگر نمیشه به خاطر چی نمیشه به خاطر از این میشه ظلم که اینمی کاراچیگا که مرا میبری ما دیگه بی طاقت میشم ما دیگه زورم کس دیگه نمیرسه ما میرم در نمو خانه مجبور سر نمو چوچا و پوچا فشار میارم یا بخی هم حوصله ما خراب میکنن کلش مجبور در چاپ پردم سرشون اپت کنم خودم قطعشون در چاپ پردم بیغم شدم دیگه ما راه ندارم دیگه. خواهش میکنم خدا مهربان است توکل ما شما به خدا امیدوار هستیم که زمینه شغل مساعد شود. ما طرفدار از این نیستیم که شهر ما پاک و منظم نباشه حداقل بدیل بوده باشه ولی ما خدا نخواستم من نمیگم که نه من مثالش رفته باشم اونجا سکه ما 4-5 خطا راست اونجا مثالش نه اینا ملی دوانده بود اگر مثالش یک تنامی دواندن است این خود دواندن نه یک فرقه پرسونال بیادرگل گرفته مصروف همین کار میشه نه یک نفر همین قطار نمیشه که موندی اینمی کاراچوانو را خودش بگو خودشون یک مثالش کاراچی 10 نفر 15 نفر یک نفر هم میگن که بیادرگل همین دمای را پاکن یک قطار تا که همین شرایطی خدای پاک همین دولت قوی کنه یک شرایطی کار برابر کنه آرامی شده ما از آرامیش نوشرگی نمیکنیم شکر آرامی است مگم نه که نباشه آرامی هم باشه چی کنیش یک آرامی است که بیادرگل آرام است که فکرای آرام است بم و جنگ و غالمغال یکی فکر نارام است که نه ما والله اینم امروز که نبریم خدا ورسی باشد شود در خانه نام نیست ان شاء الله در پولی آرامی اجتماعی آرامگی خانوادگی را نصیب بکنه شما را خدا خیر بده شما را خدا خیر بده که ان شاء الله صدای ما را در کلانای امارات اسلامی در مشرای امارات اسلامی میرسونی خدای پاک دولت مردای ما را واقعا دولت مرد هستند واقعا مردمی خوب هستند واقعا بیادرگل نه سر همین غریبا را یک رحم و روشنی بکنن که تا همین یک شرکت مرکز جور میکنن یک زمینه کاری یک نه تا وقتی که آدمی لبای سر کسن قطار خیره دمی غریب بیچاره را بند نکنن ما نمیگیم کلی را بند کنن یا قطار همه تو جور شوه که بیادرگل نه همین پنج نام منظم گدواری را هم منظم باشه بسیار خوب میشه باز خصوصا گفتم در بین کراچیوانا مسلمان وریت مظلوم مردم هم است که نوانش گفتم تو مظلوم اگه باور نمیکنین خیره آیات این شما را این من شما را بیادرگل طرف خود وکیل میگیرم یک آیات اگر تا بیار از امیج از همسایم پرسون کنه ایجرم باز خانه من در چلستون از گرفتم میبرم تا اونجا خانه کرایی بسیار به یک بیچارگی بسیار به یک اردم شهیدی روز تیر کرده استیم یک جان تشکر خدای پاک یک کاربار دمی غریب بیچاره در این مردمی که ایسوسو میگردن خدای پاک یک کار غریبی را برشان مساعد کنه که از همین بیچارگی و پریشانی ان شاء الله ما بخیر بریم زنده باشین یک جان تشکر خیر ببینید که اول غریبا را گرفتین با عزت باشید اگر من توش جا داریم قربانتان تشکر بسیار زیاد این ازای دلی نمی سهر هم میبینید چرا نکنم بیادر خوب هستین صحتمند خسته نباشین چی حال دارین باش که صدایتان را گرفته بتانیم خوب هستی بیادر خسته نباشین سلام علیکم خوب هستید قربانتان با عزت باشین اسمتان بیادرم عبدالعظیم هستم عظیم صاحب عزیز فکر کنم بین همسایه‌ات که از خودت کم است سودا کردی خلاص شده والا سودام کردیم دیگه سودام کند است دیگه می کم میاریم کم سودا میکنیم بازاران سوت
مزه که باشه؟ والا مثل قبلا نیست. بیا خیر باشه. ان شاء الله امیدوار هستیم ایام تغییرات مثبت به چیز گفتنی پیام داشته باشین. ما کم نداره. قربانت سلامتی تا میخوایم. خدا عزت بدید. چقدر وقت از منطقه هستین؟ والا دیگه 34 سال اینجا هستم. 34 سال شده. خدا نجات نصیبتون بکنه. خوش باشید برادرم. بخیر باشید. نه خدا بندل پیسه توزیع میکنی. خوب هستی جوان؟ بابا اگه توزیع کده نیست یک بندل برای ما و انجینر هم بده. جان جور است. صاف دهی است. صاف دهی بیشی. 500 است 1000. 1000. فیکس. این مردم به درد میخوره. روزانه فایده هم داره میگن. کم تو یک 40 50 روپیه 100 روپیه با خودت هم میشه. از کم تو میشه. برو شکر است. قطره دریا میشه. ببخشید پدر جان را بند کردین. بسیار ببخشید. خوش باشی بیادر. امر خدمته. با عزت باشین. با عزت باشین. این عزیزای دل اینجا برنج قابلی پلاو بولانی یعنی قسمت جگر یوتیوب از جانم میدن و یعنی اینجا خوب هستی جوان؟ جان جور است؟ صحتمند هستی؟ خیال اول داری؟ شکر خدا خوب است؟ این نام خدا خوب پر انرژی سر حال هستی؟ شکر است دیگه بازارهای گرم است جگرخونی است هر چی که غمگین بگیری نمیشه فکر برو شکر است که بازارهای گرم است کشمشه و خالص خدا نام تا بگو برام نام ما روکای کارتینه روکای کارتینه ولی آمدی در سر چاو در سر چاو چرا کارتینه نمیری؟ بوجه کار نیست این بازار گرم است دیگه چاو بیروبار زیاد از گرمی هم است باب گرمی دیگه مردم روزی یک گلاس این نفر تیر شو یک تا نخورن بسیار ارزان هم است گلاس 5 روپیه اقتصادی که دیگه اقتصاد مردم ضعیف است باز تو هم یک چیز میمونه نه شکر است 1.5 میمونه شکر خداست دیگه یعنی کسای دیگه که در رقم میفروشن دبل فایده را میگیرن دبل فایده یک چیز تفاوت داره یکم زره اوش زیاد است از خود دیگه اوش زیاد است یکم فکر هم یک مطلب است میگه ارزان به علت نیست قیمت به حکمت بیشتر یک تعداد که میگه 5 روپیه بخوره یک کمک اوش زیاد بخورن دیگه اشتیا داره ما در خدمت خوش شدیم که جان جور چیز گفتنی داشته باشی خدا یارتون بد خوش باشی بیادر یک سلام علیکم السلام قربانت با عزت خیر ببینی خیر ببینی جان بیادر یعنی منطقه غذای خیابانی است بیشترشان راضی نمیباشن که ما پیشون بریم مصاحبه بکنیم بینه گپش آمد بریم پیش همین جوان جیگر داره جیگر است دیگه سلام علیکم خوب هستی بیادر جان جور است سلام علیکم جوان خوب هستی جان جور است صحتمند هستی مردم اینجا تیر میشون که وطندارا قصه کردن که اینی جوانای ما که اینجا غذای خیابانی میفروشن یک تعدادش راضی نیست پیشان بریم از اون خاطر هم تو سر خود خم انداخته پیش میرفتیم خود صدا کردی جان جور است یک تعداد که نظافتش مراعات نباشه فهمیدی باید از خوش نداره که انعکاس بکنه این نام خدا سر وضعش منظم است از خودت دور هم که معلوم میشه خوب غمش خوردی چطور از بازارها نامت اول بگو برام نام میلاد است میلاد جان خوراک چند از دیگر خوراک 40 روپیه که یک نان است کده یک تا نان کده یک تا نان 40 روپیه یا کدوم 50 40 هم است 50 هم است جیب نفر دیده جیب نفر دیگه نفر که پیسه نداشت تیری پرو میتونه میشه خیر ببینید خدا اجرش نصیبت بکنه چقدر وقت از بازار هستی یک سال یک 20 سال 25 سال میشه چند سال هستی خودت خودم 80 سابقه پدریزه است فوکس به پدریزه اول پدر جان بود این حال خودت حال خودم بعد از خودت هم اولادا بخیر اولادا بخیر بازارا با چه رقم است روز چقدر کیلو چند کیلو گوشت دیگر سودا میشه یک 5 کیلو را میزنیم
میکنیم لالا جان. 5 کیلو. 1 کیلو 400-500 میمونه. 100-100 میمونه لالا. برو شکر است. خیر. این شرایط که اکثرا روز 100 روپیه پیداگر نیستن. 100 روپیه پیداگر باشید 50 دلار. بیا خداوند کارو بار کل ملت ما و شما خیر و برکت بده. چیزی گفتنی داشته باشیم ما کامرا در خدمت است. خیر باشید لالا جان. خوش باشید. قربانت. خدا نجات بده. بخیر باشید. بین پس نمی رقم این طرف بریم. سلام علیکم. خوب هستی؟ صحت خوب است؟ جان جور است؟ بیا این گوشتر بیا که راه را بند نکنیم. خوب هستی؟ سلامتون ببینیم. خوش قربانت. با عزت و کامگار باشی. خوش شدیم که ما هم دیدیم خودت. سلامت. نام چی است بدانم؟ فیصل بگزاد هستم، باشنده قلعه وکیل میدان. قلعه وکیل میدان. خب شور چی گرفتن آمده بودی؟ والا یک ذره سودا روز پنجشنبه بود در میدان در مارکت کار میکنیم. یک سودا گرفتیم که سودا آمده بودیم اینجا. خب چطور است کاروبار ان شاء الله بخیر میگذره؟ خوب است شکر دیگه مزه نیستم از کار کلگی میناله و خدا. الله راست بگه. تو بازار نیست که وطندارای ما ننالن. نه مالا والا نداره بیچاره یک تاکسیوان میبره سر به کار که یک 5-6 تا خانه فرور می تاکسی رنگ 50000. تو از کجا کنه بیچاره؟ افغان میره در پاکستان از پاکستان رد مرز بگیره پس میاد. افغان میره از ایران رد مرز بگیره. ترکیه میره از ترکیه میره. خیلی بخریم مردم ملت. تو وظیفه داره در حکومت پیشین تر نمیگیرن در حکومت. کلیگم قسمان در بدر بیا خیر باش. امیدوار هستم که از این وضعیت خلاص شوی. سلامت باش بخیر. بخوان اگه شعری داری بخور که شعر است. یک دو شعر دارم که به خاطر عشق است، یک به خاطر مادر. کدامش بخونی؟ هر دوش بخون. نه یکش بخونیم مثلا. نه اما سابقه بود اگه مهمان میرفتی میگفت ماست بیارم یا چکه. باز میگفت دو تا نقاب نداره. حالتم مایکم هم در خدمت کامرا هر دوش بخون. نشستم در فراقش گریه کردم. ز عشقش به نهایت گریه کردم. تمام روز در فکر او بودم. تمام شب برایش گریه کردم. میان کوچه های درد و غربت شدودم رد و پایش گریه کردم. برای آسمان دیگر تو امشب که من امشب به جایت گریه کردم. معلوم میشه که دل درد داره. بیا خداوند برسانیتان. سلامت باشید. چیز دیگه هم داشته باشید. خوش شده باشید. اول ما رو به امکانات برسان بخیر. مردم کلی مشکل داره، مردم بیکاری است، مردم در بدر است. ایران میره ایران نمیمونه، پاکستان میکشه، ترکیه میکشه، اینجا نمیگیره در کار بار. یک بار هم در کار ما یک کراچی انرژی داریم اونجا والا از اسی چی نهایت ترس نهایت مول انداختن نمیتونی. هر روز میزنه پیش میکنه مول بندازیم باز میبرن کراچی والا آزار مردم آزار یک ذره میگن صحیح است. میفهم که حکومت است اینجا بری بورا کسی جور نمونه صحیح است. یک قانون بده، یک ورق بده، یک خط بده، گفتم بشینم بس غریبی کار کنه. کلی از زندگی در سیر اومده. ان شاء الله که صدای ما و شما رو بشنوه که توجه بکنن. بخیر باشید. عزیزای در صحبت ها و حرفا زیاد است. امیدوار هستم که آیسا آیسا زمینه سازی صورت بگیره تا این نسل جوان ما و شما بیکار نباشند، چون هر کدام مسئولیت تامین نفقه یک خانواده را بر عهده دارند. اگر در بازار نباشند کار نکنند پس نفقه خو هوایی به دست نمی آید. درست است رزق و روزی از جانب الله است، ولی تلاش بندگی هم شرط است. اگر این وطندارای ما و شما در این بازار در این کوچه و پس کوچه کابل تلاش نکنند پس در کجا؟ گفته برادر ما که ایران و پاکستان و ترکیه هم که برای ما و شما نمیشه. خب به هر حالش صحبت هم زیاد است، حرف هم زیاد است، درد دل هم زیاد است. فکر کنم که ما و شما اینمی کاکای بزرگوار یک میبینیم بعد از اون میریم که سلام علیکم. خسته نباشید. خوب هستین؟ یک چوکی برای بیاریم. چی حال دارید؟ ایت در چوکی ضرورت نیست دیگه. نه تو بیا ایت راحت باش پدر جان. یادم از چطور یادم نباشه شما بشینین. شما بزرگ هستین که نشینین کی میشه. خوب است. بسیار ببخشید دیگه پدر. خوب هستین ان شاء الله. صحتمند هستین؟ خسته نباشین. با خیر است. خوب هستین. قربانتان. با عزت و کامگار باشین. چطور است بازارات تکا قیمتا؟
بازار الحمدلله خوب است دیگه. شکر خداوند است دیگه. شکر از خداوند دیگه هم برکت بده که نمین رقم گرم باشین. پرده استفاده شدگی سمیجا امی پرده دیگه امی دست دوم دست دوم است. چندی از آفرین خیلی استمانم نیست و خیلی نوام نیست. خلاصه گذرانی است. یک چهار تا فامیلی که نو خانه می باشه این نمی درد درمان میکنه. آفرین حالا که در دکان بره فروشگاه بره خود کمش خیلی فرق. حالا امیره 3.5 متر است. 3.5 متر است دیگه. حالا اینجا ما میدم 200. در دکان که میری 1 متر شمیه چند 260 روپیه 270 روپیه اینطور میه. هنوز نادوخته است وجوره خیاط دوختش زحمت و جنجالش در جایش. گفتم این کسی که نوخانه باشه این وقت وضعیت جیب هم قدر خوب نیست. اینمی اقتصادی تمام میشه. بیا خداوند وضعیت جیب وطندارای ما را خوب بکنه که همونطور نو بخرن. دلشان نشه طرف کنه فروشی بیان. یا خدا خود رحیم است دیگه. امید با خداوند داره دیگه. گمی آدم جانجور و جانجور که باشه همین دیگه هر چی باشه. کل چیز از برای یک نعمت خداوند است. خیر ببینید. با عزت و شانگار باشین. خوش شدیم دیدیمتان. چیز گفتنی پیام داشته باشین. ما کامرا در خدمت. اون خو میگن که خداوند دیگه از کل افغانستان مردم از احتیاج و از محتاج دیگه بکشه. آمین. مریضایش خداوند خوب کنه دیگه. خیر ببینید. آرزوی کل ملت ما و شما. دیگه از کل آرزوی هر بزرگواری که سر نماز میشین یا سفره دسترخوان باشه دعا میشین دوای کل خانه‌های ما و شما است. به خداوند اجابت بگردانه. با عزت کامگار باشید. خوش شدیم دیدیمتان. قربانتان. خیر ببینید. خداوند یک دانه هم یخ برات بیارم. خیر ببینید. این صحبت ها هم چیز از برای ما. قربانتان. خوش شدیم بسیار زیاد. یخ برات میارم. خیر ببینید. با عزت باشید. خواهش میکنم. بیاین عزیزای در این ساعت که سایه کور فروشی هم حساب میشه. پرده، جالی، بود، چبلی، لباس، ترموز، لوازم خانه، آشپزخانه، خلاص هر چیزی که ضرورت باشه برای یک خانواده این میشه تامین میشه، پیدا میشه. وقت داریم دیگه که کم دیگه هم بریم پیش سایه بیشتر برای وطندارا و تصویر بکشیم. یعنی این قسمت فرش هم است، موکیت هم است. خلاصه ضرورت خانه این منطقه کلن پیدا میشه. دست دوم با قیمت بسیار مناسب فرش های استفاده شده. عزیزای دل ما و شما هم دیگه کم کم به طرف جاده میوند نزدیک شدم دیگه. این قسمت هم قالین فروشی یا مو بازار کنه فروشی به اتمام میرسه. از اون پیشتر باز بازار متسکل و باسکل و بعض رستورانت ها و رنگ فروش ها و اینا و بازار هستن. اینا ما و شما دیگه نمیشه کم کم طبیعت اینه میجم بریم. سلام علیکم. خسته نباشین پدر. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ چی حال احوال دارین؟ نام خدا میوه وطن است دیگه. میوه وطن است دیگه. خیر ببینید ما اکثرا دمی گزارش‌ها میگیم که بیادر به جای می نوشابه و انرژی باب گفته دمی شهر بازار تو بازار نیست که میوه وطن نباشه. الا وطن می نوشابه با بنزین یا نوش جان بکنه. هم به یک چهار تا غریب بیچاره میشه، هم دهقان ما خوش است، هم پیسه بیگانه نمیشه. حال چطور از بازارها؟ شکر خوب است. طرفدار وطندارای ما و شما هستن میوه وطن؟ خوب است. از کجا می خربوز از کجا؟ جلال‌آباد است. تربوز از کجا؟ او هم جلال‌آباد است. اونم ولایت ما و شما گرم است، زود به ثمر میرسه. ولایت‌های سمت شمال ما و شما دیگه هنوز سیزنش نرسیده. بله. یارو بس چندی میتین اینا چندی است؟ پاو 20. هر دوش یک بای است. انجینر ما تو که نمیشه مردم تشویق میکنیم میوه وطن بخورین، ما تو نخوریم میشه تو بگی یک دو پاو جور که برای ما و انجینر. از کدامش انجینر سر؟ تربوز شیرین است. برو خیر ببینید. خیر اونمو شبانین.
نه شیرین نیست. نه شیرین؟ برام یک دانه شو خوبار کمی چی میگن نو خوب بکنیم تا بال خربوزه رو نچشیده. خیر ببینید پدر جان. بیا این طرف. بیا این طرف سوچه خیره که دارا بند نکنید. خیر ببینید پدر بسیار ببخشید. بگین چه باشه. بگین که یک تصویر بگی که وطندارای ما و شما می‌بینن. مگم این شیرینش نیست که رقم هست. اگه شیرین باشه چه رقم خود بود؟ شیرین خربوزه وطنی بسیار شیرین است. والا عزیزای دل این اگه یک نفر بخوره نمیگه که شیرین نیست. طعم خود داره خب ولی با مو شیرکش نرسیده دیگه. نه دقیقش نرسید. عزیزای دل وقت برنامه به اتمام هست. دیگه ما زیاد پرحرفی نمیکنم که انجینر صاحبم منتظر ماندرایی است. مطمئن است ما هم تشنه شده این رقم میوه وطن ببینید جوا گرم باشه معلوم داره سر آدم تاثیر میکنه. دیگه خیلی سپاسگزار هستم از حمایت های همیشگی شما. پیشنهادات انتقاداتتون که شریک بسازید. امیدوار هستم از تماشای گزارش لذت برده باشین. تا گزارش و برنامه بعدی که دوباره در خدمت قرار بگیریم شما را به خداوند یکتا یگانه میسپارم. بدرود تا دیدار بعد.